عید قربان آمد و در مکه حج اکبر است. دوستان را تبریک نمودن سنت پیغمبر است. با کمال احترام مردم شریف تاجیکستان را با آمد عید سعید قربان صمیمانه تبریک و مبارکباد نموده، از درگاه خداوند یکتا مغفرت گناهان، هدایت و استواری در دین، سعادتمندی دنیا و آخرت را تمنا می نمایم. بگذار خداوند بزرگ از برکات این لحظه های مبارک همه ما را برخوردار بگرداند. آن خداوندی که در دل نور ایمان آفرید، در شب تاریک بینگر ماه تابان آفرید، تیغ را بر حلق اسماعیل پیغمبر نهاد، بعد از آن بر مومنانش عید قربان آفرید. با تمنای عملی شوندی این نیت آرزوهای نیک، یک بار دیگر همه شما و کل مسلمانان دنیا را به مناسبت عید سعید قربان صمیمانه تبریک و مبارکباد گفته، برایتان خوشحالی روزگار، دسترخوان پرناز و نعمت، برار و کار و کامیابی های بی‌نظیر، صلح و وحدت و فیض و برکت را تمنا می نمایم. بر پیکر عالم وجود جان آمد، صد شکر که امتحان به پایان آمد. از لطف خداوند خلیل الرحمن یک عید بزرگ به نام قربان آمد. سلامت و سربلند باشید همدیاران عزیز.